این ترسناکترین گنگستر زندانه. وقتی که حکم آزادیش صادر میشه اون از زندان خارج میشه و دوستش میاد دنبالش تا سوارش کنه، اما وقتی میخواد در ماشینو برای گنگستر عزیزش باز کنه ناگهان گنگستر و دوستش تصمیم میگیرن برای دزدیدن یه الماس وارد خونه یه زوج خوشبخت بشن. اما وقتی راهی برای وارد شدن به خونه پیدا نمیکنن یه ایده نابی به ذهن دوست گنگستر میرسه. نه اون به گنگستر لباس نوزاد میپوشونه و جلوی در خونه زوج میذارتش. اما درست در همین لحظه یه سگ از راه میرسه و به گنگستر ابراز علاقه میکنه. اوضاع حتی از اینم عجیبتر میشه وقتی که زوج از همه جا بیخبر بچه گنگستر رو پیدا میکنن و به خاطر بوی عطری که سگ بهش زده میبرنش تا پوشکش رو عوض کنن. What is it? Whoa! That ain't no baby, that's a porn star.